میخوای برنده باشی؟ این ویدیو رو نگاه کن. در دنیای رقابت بین کسب و کارهای امروزی، کسب و کاری برنده است که استراتژی برنده‌ای داشته باشه. همه ما برای کسب و کارهامون نقشه ها و برنامه هایی داریم. بعضی از اونها کمی هزینه هامون رو کاهش میدن. بعضی از اونها کمی سودآوریمون رو افزایش میدن. اما اینها برای رقابت در دنیای امروز اصلاً کافی نیست. استراتژی برنده با تحلیل دقیق نقاط قوت و ضعف درون سازمان شما و با مطالعه دقیق جهان پیرامون سازمان شما به دست میاد و مهمترین کارکردش اینه که علاوه بر بهره‌وری سازمان شما رو به یک سودآوری پایدار میرسونه. پایدار بودن سودآوری متضمن توسعه سازمان شماست. دستیابی به استراتژی برنده نیازمند دانش عمیق و تجربه بالاست. من شهریار حیدری هستم، دوست و همراه شما.